تو این ویدیو که اولین ویدیو چنل قرار بریم یه خورده گیم پلی داشته باشیم و در مورد آینده چنل حرف بزنیم و دیگه حرفی نمیمونه، بریم برای خود گیم پلی. همین اول کاری هم 2 تا بد رفت یا خدا. و اینکه بریم الان یلو ببینیم میتونیم بزنیم. ریدم، بله بلاک تموم کردیم، کاملا جالب. خب اینکه اصلا چه گیمایی قراره بریم داخل این چنل. یکیش که همین بدوارز هستش، یا و البته پرکتیس. و گیم دیگه ای که قراره بریم یا خودو زدمش، یا خودو اسست کورسا. و گیم دیگه که قراره بریم GTA آنلاینه، گیم دیگه که قراره بریم کامبت مستره، گیم دیگه که قراره بریم FC شه و یه سری گیم های دیگه هم که شما در آینده پیشنهاد میدید. و همین مطلب خاصی ندارم. من کارنم، 11 سالمه. اینکه چنل اینستا و تلگرام داخل بیو چنل هست، حتما اونجا هم عضو بشید، اخبار اونجا میگم. و که چه اتفاقاتی قرار بیفته، استریم کی قرار بذاریم، همه رو اونجا میگم ما، چون قرار استریم هم بذاریم به زودی. و همین بدشون نزدم استریم هم قراره به زودی بذاریم از اسست و کورسا و جی تی آنلاین بیشتر استریممون احتمالاً. و صد البته FC 26 احتمالاً اگه تا موقع ردیف شه FC 27 نیومده باشه. و همین دیگه، همین حرفی نمیمونه. انگیزه دارم برای کارم با اینکه سنم کمه و شاید بارتون نشه، ولی خیلی وقت من بازی میکنم ادوارز، اما هیچ وقت ویدیو نگرفتم ازش و تازه شروع کردم به ویدیو گرفتن. و شاید بارتون نشه، تا الان 100 تا تلاش ناموفق برای ویدیو گرفتن داشتم و این امیدوارم موفق بشه. خیلی ممنون که روی این ویدیو کلیک کردیم. ویدیو هم نمیخوام خیلی طولش بدم، فقط یه خورده گیم پلی بریم که تایم پرشه، ساجست شه ویدیومون. و همین، آره حرفی نمیمونه واقعا. و واقعا حرف برای شروع چنل نمیمونه دیگه. من حرفای متفرقه اگه بیاد تو ذهنم میزنم. و همین دیگه. الان کیا موندن؟ بلو مونده به جز ما، واکو چا سری من یه بت دادم کلا. اگه ببریم واقعا برد مفتیه. حالا ببین چی میشه. خب شاید بگین خب چرا تو این زمان و این سن شروع کردی به کار اصلا. اول به این جواب دادم که چرا تو این سن کار کردی. همونطور که گفتم آقا من خیلی انگیزه دارم. حاجی تو رو خودتون بدشو بزنم، خیلی چه خوبیه. خیلی انگیزه دارم به شروع کار در یوتیوب. و یکی دیگه‌ش هم یکی دیگه‌ش هم این که چی گفتم ها، چرا در این زمان که اوضاع این جوری خودتون میدونید شروع کردید به کار. من میخوام بتونم یه خنده رو لب مردم بیارم اگه بشه و قصد دیگه ای ندارم واقعا. و همین، واقعا همین چیز دیگه ای نه بابا، نکو دیگه. پشم هیچ کی بد نداره الان بچه‌ها، بنازم. و اینکه دیگه اگه حمایت رو بیشتر باشه من انرژی بگیرم، سریعتر کار کنیم، سریعتر ویدیو بذارم براتون. و همین. بعد ببخشید من دارم بد بازی میکنم، البته هنوزم جای سختی قرار نگرفتم چون من خیلی وقت بازی نکردم، یعنی 1 ماه 2 ماه من الان بازی نکردم تقریبا. و آره همین، حرفی نمیمونه. یا خدا دوستان تا الان اینجا پایان ویدیوه. اگه از این بخورم که وای کامبو شدم یا خدا. وای چه بدشانسی. وای خب یکوش میزدیم واقعا، یکوش میزدیم روحم، یکوش میزدیم آقا دیگه. میگم ببخشید من واقعا خیلی وقت بازی نکرده بودم. و اینکه واقعا حرفی نمونه برای اولین ویدیو و منم نمیخوام خیلی طولانیش کنم، فقط میخوام در حدی تایم پرش که ساجست شه ویدیو. و اینکه دیگه به بردم همین کسی که ما رو زد، بنازم. و دیگه حرفی نمونه دیگه. عشق منید آقا. تا ویدیوی بعدی و احتمالا ویدیوی بعدی هم کامبت مستر باشه، حتما چنل ساب کنید. تلگرام اینستا هم همونجور که گفتم حتما جوین بشین. و تا ویدیوی بعدی آقا عشق منید. فعلا.